بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله برادر گرامی، چگونه که در اینجا سوال کردید در مورد شخصی که نزد ساحر می رود، نزد جادوگر می رود، البته برادرم مرکز این صدا و اینجا رو می شنود، نباید فراموش کرد که نزد ساحر رفتن، نزد کاهن رفتن، نزد عراف رفتن جایز نیست. فما حرام است نزد آنها رفته از آنها سوال کردن و آنها را تصدیق کردن، باور کردن سخنهای آنها را جایز نیست، حرام است، بلکه والعیاذ بالله صاحبش را به سوی کفر میبرد. فهمو دوستان، زیرا که ساحر کافر است، ساحر کافر است، ساحر دعوای غیب میکند، کاهن دعوای غیب میکند، عراف دعوای غیب میکند. هر کسی دعوای غیب میکند والعیاذ بالله از اسلام خارج میشود. و کسی که به نزد اینها میرود، به نزد این ساحر است، کاهن است، عراف است، چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. حدیث را روایت میکند امام مسلم رحمه الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که من اتى عرافا، هر کسی نزد عراف برود، عراف گفته کسی که دعوای غیب میکند، فما والعیاذ بالله دعوا میکند که من غیب را میدانم. پس این شخص نزد این عراف می رود و سوال می کند از این، مجرد سوال کردنش چیزی را مدت 40 روز نمازش قبول نمی گردد. الله سبحانه و تعالی 40 روز روزه این را قبول نمازش را، معذرت میخوام روزه گفتم، نمازش را قبول نمی کند. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث می فرماید من اتى کاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که هر کسی نزد کاهن برود، یعنی نزد ساحر، نزد کسی که دعوای غیب میکند والعیاذ بالله، فصدقه و تصدیق کرد سخنهای او را، هر چیزی که از غیب سخن میگد برایش، سخنهایش را باور کرد، اعتقاد کرد، قبول کرد، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم، پس به تحقیق این شخص کافر گشته است با آن چیزی که به محمد صلی الله علیه و سلم، آن چیزی که به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است، به پیامبر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم. فهمید دوستان، به پیامبر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم چی نازل شد؟ قرآن. صحیح برادرم. و الله سبحانه و تعالی در قرآن چی میفرماید؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه صراحتا آشکارا بیان میکند، قول بگو ای پیامبر، بگو ای پیامبر لا یعلم من فی السماوات والارض، بگو برای مردم که هیچ کس، آن کسانی که در آسمان هستند و آن کسانی که در زمین هستند، لا یعلم الغیب، غیب رو نمیدونند، هیچ کس غیب رو نمیداند الا الله، مگر الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه صراحتا بیان میکند که بجز الله سبحانه و تعالی هیچ کس غیب رو نمیداند. و این شخصی که والعیاذ بالله این عراف و این کاهن دعوای غیب میکند، این شخص کافر است، از اسلام خارج شده است و دعوا کردنش غیب را. ببین که رسول الله صلی الله علیه و سلم در شأن این کاهن میگوید، کسی که دعوای غیب میکند، و نباید فراموش کرد شخص ساحر، شخص جادوگر بدتر است، خبیثتر و کافرتر از شخص کاهن و عراف دیده. فهمو برادرم، و از این خاطر نباید فراموش کرد که نزد اینها رفتن کفر است، آنها را تصدیق کردن به آن کفریات و شرکیاتی که میگویند از غیب به باطل سخن میکنند، البته با کمک شیاطین، با اون کفر و شرکی که اینه که در کفر و شرکی که واقع میشوند، بعد از این اینه که چه شیاطین آنها را کمک میکنند، و از این خاطر آنها را تصدیق کردن، به نزد آنها رفتن، از آنها سوال کردن جایز نیست، حرام است، انسان را والعیاذ بالله به سوی کفر، به سوی شرک میبرد. زیرا که ساحر کافر است، کاهن کافر است. این شخص ساحر باید که قتل کرده شود، باید که کشته شود، حکمش در اسلام قتل است. البته ما و شما نمیتوانیم هر یک نفری ما و شما مثال
ساحری رو دیدیم جادوگری رو در راه او رو بکشیم. نه برادرم، باید که ولی امر اینه که حاکم مسلمان یا که محکمه مسلمان این اسلامی باشد حکم میکند به قتل ساحران، به کشتن کسانی که ولی عذاب بالله اینه که سحر میکنن، جادوگری میکنن. فهم برادرم، بارک الله فیکم و الله سبحانه و تعالی برای ما و شما توفیق بندگی عطا بکند.